به نام خدا. سلام. از زمانی که کرونا اومد خدمت شما خیلی من پوستا گذاشتم و خیلی فکرها کردم، ولی الان دیگه من به این نتیجه رسیدم که حتما باید این ماسکی که میزنیم این ماسک غلطه. ما حتما باید ماسک دو تا باشه، یکی برای بینی باشه و یکی برای دهن. خدمت شما چرا؟ به خاطری که این ماسکی که برای بینی میزنیم از بالا راه داره و بعد خدمت شما عرض کنم که با کثیف شدن این ماسک تمام این دیوکسید کربن شما هی دم و بازدم میکنی، دیوکسید کربن مصرف میکنی، یعنی از خودت انگار ویروس رو قوی میکنی دوباره میکشی، ویروس قوی میکنی دوباره میکشی. بعد اینو باید حتما جدا کرد. ماسک رو باید برای بینی. من چیکار کردم؟ من اومدم همون ماسک رو که هست اومدم این حالت انجام دادم، میله رو زیر گذاشتم، این حالت گذاشتم برای چیز انجام دادم. بعد این ماسکم همینجور چیکار کردم؟ راحت گذاشتم اینجا. این چه حسنی داره؟ این حسنی داره که شما این البته ماسک دلار شده فعلا با این ابزارهایی که داریم و قشنگ اگه نگاه کنید قشنگ این از اینجا دیگه ویروس داخل نمیتونه بشه و وارد سینوس